نام این سنگا سنگای مزار های. نگاه کنید درمونشون. وارکه عجیب سنگای مزار نام نوشته. ایرا پرسپوز کردم آب هم خیلی کردیم. این درخت‌ها را کنده شبینین. اینو میدونم چهارمغز باشه چی درخت. خیلی که گفتم گوسپند گاو اینا با اسب خیلی که همین خیلی برادرها گذشتگان همین منزل مکان جاشون جنت درخت رحمت شسته جنت. سلام علیکم دوستان عزیز برادرای قدردان. ما نصیب کنه زیارت مزار امام جعفر صادق رفته ایستادیم. من همین برادرم اینا کنه ماشین شویی را سر کرد در درون همین او نشان داد همون امام جعفر صادق بهار ده باور که بهترین جا بهترین طبیعت همین تاجیکستان عزیز ما همه جاش شروع اینه که با اینجا مده به حد فوری ترین جا بوده صورت‌ها را دیدم. میگه اگر معقول باشه کمی بار گفتم یک جای میریم هم زیارت میکنیم هم دیدن میکنیم هم بنوار میگیریم برای تماشابینا برای پرتوشکای خودم چیست برای شما دوستان عزیز یک جای میریم تماشا میکنیم. چی گفتین سر کردیم و ماشین شوی این ماشین ما رو میشویم حرکت میکنیم. ما با اینجا برادرها این چیه این نمیدونم شیره ریخته گرد نمیدونم چیه اینجا هم زنبور اولو های که اینو بینید اینو بینید. ما فکر میکنم که این درخت شیره میریزه همین زنبورای اولو شیره خری میان. این درخت چی درختی هست که اینا شیره ریخته گرد اینا همین هم درخت چسبیدگی هم زنبورا خیلی برادرها. جانی بیگ جان های برکلا انا این برادرمون نشان داد دهات مده پسند اومدم اونجا یک جای میریم. این ماشینا شوته است ان شاء الله که حرکت میکنه بعدا میبرویم و نگفتنمون که اونجا راهش به حد خیلی فقط من نمیگم که راهش به زیبایی خیلی نشان تون میتون تماشا کنید و حلوت میبرین چیست برای شما. ما این ماشینمون بشویم صبح سلامت حرکت میکنیم. ما این سفیده اونم داره اوی سفیده درخت اوی سفیده اینو ببینید اوی سفیده میگن برای چه اوی سفیده میگن که همین روی سنگ میره کف میکنه خف میگن کف میگن نه سفیده میشه. این اوی سفیده وای برادر حرکت میکنیم طرف مزار امام جعفر صادق رفتیم. خب دوستای عزیز اینجا اوی هست که باید آدم فروین همین کپر قطی ماشین میگذاره همین کپر قطی باید همین ماشین بگذاره. مقصد دیگه اب که باید آدم ها میفروین بعد این کپره که خود کنی ایده برادرای عزیز همین بالا میبرویم میریم اکا. اینا دوستان عزیز خوش آمدید. اینا مقبره امام جعفر صادق 30 کیلومتر پس میرسیم برادرها رفتن میگیریم. ای سرکی مول سرک همینه. چند متره اف اینا برادرای عزیز ایش با پا گیزه چویی بدای ایره لیکن ما زور میکنیم با چویی نمیگذاریم و بدری او میگذاریم نه یه وقتی که او بلند باشه با بطوری چو میگذاریم نه.
اینا برادرها باغلت چیکار کنی؟ باغلت نو هم چیکار باغلت می‌داری؟ اینجا بیچاره کپر کرده گفتم کپرشون سیل سوسته با کپر که لرزانه کرده گفتم اینا داری راه یا که پیشت گوسپند میبره یا که پیشت گاو میبره برادر این نمیخله که دهات قشلاق نمیخله برادر اینا گاو این گاو جفتی باشن قرار همه شاخ چی دارن شاخشون ده بند دارن باش ایوا باش یک از یک حافظ یک سلام میخوند که یک بین پودا یک گاو سوار شدم یک خر سوار شدم یک بین پودا این کار را بینه برادرها که اینو تکراری وطن دیده استین تاجیکستان عزیزی ما 97% که های برادرها 97% که یعنی اصلا 93% که 7% همواری اینا قریب آمدیم اینا همین قوم آمدیم 90 کیلومتر آمدیم 30 کیلومتر بود اینا مقبره امام جعفر صادق اینجا ده 20 کیلومتر اینا دهی کولکا چخیلی که گفتم گوسپند گاو اینا با اسب خیلی که همین خیلی برادرها اینجا همه نمود حیوانای خانگی در همین تاجیکستان بدگی در این کوه دشت هست رفتن نگیریم نگه می بالا با کشات شدن میگرفت اینه بینیم بالا به حد کشات هست اینا 7 کیلومتر دیگه من برادرها 7 کیلومتر اینا خیلی دوستان عزیز تر و تیپر رو دیده سنه که من این سنگ ایران چی باشه اینا دوستان عزیز آمدیم در آمدیم اینجا نه اینا ماشین کوری را بینیم بچه تراکتورهای داوری قدیم وازیکو اینجا رفتن دوستان عزیز شهری که شما دیده ایستادین در حقیقت زیبا این یک بار بالا رو نشان بده دههای زیبا آباد بود هوای فورم بود هوای تازه و در حقیقت سنگای عجایب هم بده من نمیدونم این سنگا چی سنگوشان این اومدن میگیرید من شما در نشان دادن میگیرم در حقیقت سنگایی که خیال میکنید که کارکرد کردگن اگه من نمیدونم با چی اپارات کار کردگن با دست کار کردگن این رو بینید این سنگا عجایب سنگ این رو بینید در حقیقت کار کردگن در حقیقت این رو بینید ایش با فکرم که عاشق باری مای خیلی با خطان اومدن میگیره دیدن بگیرین خطان حس میکنین من 100% میگم که این سنگا کارکرد کرده این ای بالا شگری خیلی با نشون میتی معلوم میشه خیلی هم خیلی رفتم میگه هست بود این سنگا رو ببینید در حقیقت کارکرد کرده این سنگا اینا این گل انداختگیان این سنگا خیلی چیزای تاریخی اولش خدا آخرش خدا این خطان ببینید و رفتن میگیرید بیاین اومدن ببینید اینجاش قیچی نمیکنم هم که به قیچی شما دا نشان میتون این اومدن بگیرید اینجا در قیچی فروته که لحظونات شویی همین داره اومدن بگیرید حالا دوستان عزیز
من یکی را خواستم پیشکی تشکری کنم اومدم دیگه این رسیدیم مقبره امام جعفر صادق دا و همیش پلاکتی که شما میبینید تشکر میگیم همین شرکت دا نمیدونم این شرکت باشه یا که دولتی باشه چیزی باشه که ما کجای رفتم جای تاریخی همین پلاکت میبینم تماشا کرده میرم اخیر میاموش مزار حضرت سلطان رفتم بود جای تاریخی چیل دختران رفتم هست کجایی که برای این شرکت من نمیدونم هزار رحمت میگیم چه شرکتی برای سیاحی ها به حد خوبه ایده ما ورم آدمو به حد خوبه میویم همین را نگاه کرده اومدم میگیری بیا رفتیم اومدم اوه سلام علیکم خوب هستین برادرات اینجا خدا نگهبان تا زنده باشه اومدم میگیری دوستان عزیز چخیره که ما میدونیم در تاجیکستان عزیزمون تیرماه حکمرانی داره تیرماه زرین ریز اومدن بگیریم بیو لیکن اینجا خیال میکنی که بهار باشه بسم الله الرحمن الرحیم بهترین خوب بسم الله الرحمن الرحیم اینا میدونیم با اولا و ببینیم ای پایان آواز دایره رو شنیده است آواز دایره رو میریم پیشش باور کن بهترین نه مقبره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم آرامگاهی حضرت امام جعفر صادق این آرامگاه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت در روز بوده برادرای عزیز خود بینید چیزی که به چشم بیستیم 6 متر هست خیلی زیبا کردگی بیدیم این الهی آمین خداوند بزرگ گذشتگان همین منزل و مکان جاشون رو جنت کنه ترخت رحمت شایسته جنت آخرتشان آباد کنه ای حوض کوثر سیراب بگردونه پاک پروردگار مردگانمون و جاشون جنت زنده‌هامون عمر دراز و توفیق گذشتن پول سیرات آسان بگردونه برآمدن جانمون آسان بگردونه با حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و لجمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات العلی المنحوات و رافع الدرجات و منزل البرکات و قاضی الحاجات ربنا اتنا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. جاشون جنت شد. امروز میریم تماشا میکنیم در این پایان بخیریم که دیگر صدای دایره گذشته است با غروغ یک جای تماشا میکنیم. خداوند گذشتگان جاشون جنت کنه. الله اکبر. حالا برادران عزیز دوستان عزیز چقدر که دیدین این درخت ها رو کندش ببینین اینو میدونم چهارمغز باشه چی درخت باشه کندش کلونی با موارد میره بیرون با غراغ بیرون درخت در اینجا مهنت کردگن آباد کردگن این دورا این آدم ها آمده زیارت میکنن اینا
کجا در تیرماه خیلی در بهار خدا میدونه چقدر باشه. خدا نصیب کنه که ما در بهار بیایم اینجا تماشا کنیم. اینجا کراوت داره مثلا. دوستان عزیز، چنانه که شما دیده ایستاده بهترین طبیعت زیبا تاجیکستان همه وقت زنده باشد. تاجیکان تاجدار روی دنیا و همه شما سلامتی میخواهیم. خدا نگهبانتون.